سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من نیما افشار هستم. طبق معمول هر دوشنبه در خدمت شما هستم. در برنامه قبل درباره روش‌هایی برای ابراز علاقه در بین افراد خانواده خانم امروز بعد از پاسخ یه ذره صدا رادیو رو کمش کن. چطوره نگاه کن. الان نیما میخواد حرف بزنه. اولین تماس تلفنی. سلام عرض میکنم. ضمن تشکر از برنامه مفیدتون من کیانی هستم. از رامسر تماس میگیرم. میخواستم با کارشناس محترمتون صحبت کنم. شوهر من چند وقت نسبت به من علاقه‌اش رو از دست داده. من باید چیکار کنم؟ از کجا متوجه بی‌علاقگیشون شدین؟ ببینین مثلا همین امروز صبح من 2 ساعت دارم اتو میکنم، یه کوه لباسم هنوز مونده. بعد آقا دراز به دراز لم داده پای تلویزیون سفره میکنه. انگار نه. خب البته این موقعیت نباید پیش بیاد، ولی نمیتونه دلیل کافی برای بی‌علاقگی همسرتون نسبت به شما باشه. آخه فقط این نیست که میبینه من این همه خستم، یه کلمه تشکر خوشحالی هم نمیکنه. وقتی هم بهش میگم خسته شدم از کت کول افتادم میگه چرا؟ کاری نکردی که. بله در این صورت منم حق رو به شما میدم. اصولا عده‌ای از آقایون در مورد نقش اساسی و خیلی قابل چرا همچی میکنه خانم؟ چرا صداش کم کردی؟ دارم شطوره رو نگاه میکنم. نمیبینی که من از کت کول افتادم؟ چرا؟ به طور کلی چی کار کردی؟ شاید نمیبینه که من این همه کار سرم ریخته نه؟ ها او تو کردنه میگوی؟ در زندگی‌های این چه کاری نداره تو رو گرفتی دستت میکشی این ور اون ور. اون وقتا تو چه رخت رو صاف نمیکنی؟ او تو دارت صاف میکنی. اصلا من میدونم تو علاقت نسبت به من از دست دادی. دیگه مثل روزای اول آشناییمون من دوست نداری. از کجا فهمیدی؟ داری؟ مثل روز اول. نه من میرم. وقتی برمیگردی دوتا رو تازم بسونه بیا. من دارم میرم عراق خونه خواهرم. من نمیام. نمیخوام تو رو برم. خودم میخوام برم. دیگه هم نمیام. نگاه کن. پس قبل از این که بری دوتا رو تازه بسونه بیا بعد برو. لمبه بخوری ایشالله. بشور و بذار و بکوب و بردار و بپز و بعدم میگن چرا خسته ای؟ شما کی اومدی؟ اومدم که بهت بگم که به شوهرت بگو اگر که این چیزا رو بلده ها به باباشم یاد بده لطفا. اینو روشن کنی میفهمی خودت. قدر منو ندونستی. من میرم تو بعدم ببینید چه کار باید بکنی. حالا ببین از علل این بی‌علاقگی ها رو ذکر کنید. ببینید به طور کلی مرد در شرایط عادی نباید نسبت به همسرش دچار بی‌علاقگی بشه. این فقط در شرایط خاصی اتفاق میفته. برای مثال بی‌علاقگی شوهر نسبت به همسرش میتونه از فراموش کردن روزهای مهم زندگی مشترکشون شروع بشه. چی شده؟ تو این میزو چیدی نازنین؟ تو همین فاصله که من رفته بودم تو این میزو چیدی؟ دستت درد نکنه. حالا چرا؟ به چه مناسبتی چی کار کرده؟ یادت نیست؟ نه. امروز چندمه؟ امروز 8م. 8 چه ماهی؟ آذر دیگه. خب 8 آذر. 8 آذر. ببخشید من اصلا یادم نبود نازنین. ببخشید من معذرت میخوام. خیلی خوب. خودتون ناراحت نکن، اشکال نداره. نه آخه اشکال داره. من چطور آخه همچین روزی رو باید یادم نباشه؟ من واقعا معذرت میخوام. گفتم مهم نیست، همین که الان یادت اومد خودش خیلی. یادت نازنین چه جشنی بود، چقدر با شکوه. من بهترین شب زندگیم بود. یادت میاد؟ بازم بگو، منم همینطور. یادت میاد هممون خوشحال بودیم، هممون ریختیم تو خیابون. یادته؟ باور کن من موهای تنم سیخ میشه هر وقت یادش میافتم. مارک بوسنیچ شوت میزنه، کریم باقری توپو میگیره با سر میرسونه به علی دایی یه پاس عمقی به خدا داد میره جلو و گل. این قضاوت تیسمای فوتبال ایران 2 استرالیا 2. هیچ ایرانی ورزشکاری 8 آذر یادش نمیره نازنین. هیچ.
من تعجب میکنم چطور یادم رفته بود. از صعود ایران به جام جهانی 1998 فرانسه، این غزال تیزپای فوتبال ایران. مثلا اینکه شوهر هدیه‌هایی برای همسرش میخره که خانومش هیچ علاقه‌ای بهش نداره. نازنین سلام. سلام. برات یه هدیه گرفتم. واقعا؟ بله، فکرش هم نمیتونی بکنی که چیه. چی میتونه باشه؟ چشاتو به من. بستم. من اینو باید خیلی وقت پیش میگرفتم. نیما ذوق دارم، زود بهش بگو چیه؟ هم من بهش احتیاج دارم، هم مخصوصا تو. سکو چشاتو باز نکنی ها. خیلی خوب. سکو. وای نیما دیگه خوردم. باشه یه لحظه صبر کن. چقدر عجله میکنی تو؟ چشاتو باز نکنی ها. آسری؟ حالا باز میکنم ها. حالا باز کن. این چیه؟ این درل دیگه. میبینم. یه کدبانوی خونه همیشه توی خونه به یه درل احتیاج داره. یا که در این مورد توصیه میشه که هر دوی این عزیزان به مشاور و یا روانشناس مراجعه کنند. دکتر افشار، واکنش این همسرها در مقابله با زنانشون چیه؟ بی‌علاقگی میتونه به علت علاقه همسرتون به چیزهایی باشه که میخواد از شما پنهون کنه. اگه شما اون رو در این جور مواقع غافلگیر کنید، همسرتون ممکنه به شدت غول بشه یا بهتر. نیما فهمیدی چی شد؟ آی نیما خوبی نیما؟ با کی داشتی حرف میزدی؟ من با کسی حرف نمیزدم. آقای دکتر افشار، بهترین راهکار برای این دوستمون چی میتونه باشه؟ زن تنهایی که مورد بی‌علاقگی شوهرش قرار گرفته. بفرمایید آقای دکتر. خواهش میکنم. ببینید، من به این خانم عزیز که در کمال بی‌انصافی مورد بی‌محبتی شوهر کم محبتشون قرار گرفتند تنها یک توصیه دارم. همین الان گوشه تلفنشون رو بردارن و نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم رو با همسرشون در میون بذارن و به این نکته توجه داشته باشن که حتی یک ثانیه تأخیر هم در اینم به ضرر زندگی مشترکشون. خب شنوندگان عزیز، از همکارانم خواهش میکنم که تماس بعدی رو برای ما پخش بکنن. سلام آقای دکتر، من یکی از مریضاتون هستم. یه سوالی از خدمتتون داشتم. خیلی خوشبختم. سوالتون رو بفرمایید. سوال من اینه که شما که انقدر خوب به امور مربوط به مسائل خانوادگی و روانشناسی اشراف دارین و یکی از بهترین روانشناسان خاورمیانه هستین و شما که بیل زنین، پس چرا باغچه خودتون رو بیل نمیزنین؟ پس چرا زندگی خصوصی خودتون رو نمیبینین؟ پس چرا منی که زن زندگیتون هستم حتی صدام هم نمیشناسین؟ اگه پیام بازرگانی چیزی هست میتونید با شنوندگان عزیز گوش بدید. چه کاری بود که کرد؟ من فکر کنم همه شنونده و طرفدارا ازت قطع امید کنن دیگه. همه تموم شد. همه چی کنفه. بله. خانم شیرزاد، مگه من نگفتم هیچ تلفنی رو بس نکنید؟ نه خیر خانم، هیچ تلفنی رو بس نکنید. فکر کنم دیگه همه آبروی حرفه‌ای تا رفت زیر سوال. تموم شد. همه چی کنفه. من نابود شدم هومن. من نابود شدم. بله. خانم شیرزاد، مگه این حرف من چقدر مشکله که شما متوجه نمیشید خانم؟ هیچ تلفنی رو وصل نکنید. باشه، من الان حالم بده، من عصبیم خانم، حالم بده. ای بابا. میگم نیما کاش لااقل زنگ میزد به خودت میگفت. آخه آدم زنگ میزنه به رسانه ملی. همینو بگو. نابودم. کجا هم زنگ زده؟ رسانه ملی با این همه مخاطب و مشتاق میلیونی. ببین هومن، من الان به یه رفیق احتیاج دارم که بشینم باهاش صحبت کنم یکم الو. نه خانم، نه خانم شیرزاد، نه هیچی بس منو میکشه. آروم باش نیما، به خودت مسلط باش. تو که میشناسیش تفلک دست خودش نیست، نمیفهمه. تو که روانشناسی باید بهتر درکش کنی. باش. بیا بشین اینجا. میخوای یه لیوان آب برات بیارم؟ نه خوبم.
الان بهتری؟ آره. آخه تو که اصلا به نازنین بی‌اعتنا نبودی، علاقه‌مند بودی، دوستش داری. من باور کن نازنین همه چیز زندگی منه. من نازنین رو جوری دوست دارم که هیچ موجود دیگه ای رو اینطوری دوست ندارم تو زندگیم. نازنین کوچکترین تغییری بکنه من بلافاصله متوجه میشم. واقعا؟ نازنین سلام. سلام. خوبی؟ همه چی خوبه؟ نیما جانم. هیچ تغییری تو من احساس نمی‌کنی؟ تغییر؟ چاق‌تر شدی؟ نه لاغرتر شدی. 8 آذر سالگرد ازدواجمون یا نه اون که نه من که تغییری حس نمی‌کنم. شام حاضره؟ من 10 دقیقه است از بیمارستان اومدم. فشارت افتاده بود؟ من یه تصادف شدید کردم نیما. فدای سرت، خدا رو شکر که طوری نشده. مثل همیشه شاداب و سرحال. شامو بده من گشنم. البته اون فقط یه استثنا بود، این دلیل بی‌توجهی نمیشه. اصلا هیچ ربطی نداره. ببین توجه باید درونی و قلب. اصلا تو اینجا چیکار میکنی ها؟ اومدی حال منو بگیری؟ اومدی برای من سوسه بیای؟ اومدی نمک به زخم من؟ یه وقت مشاوره واسه خودت بذار. بله خانم شیرزاد، باز وصل کردید خانم. شما بازم وصل کرد. ای آقای دکتر شما چرا اومدین بیرون؟ علیک از مریضاتو زنگ گوشی رو بذارید خانم. گفتم گوشی رو بذار خانم. چرا؟ خانم شیرزاد، من و دکتر ملکی داریم توی مطب من راجع به مسائل خیلی خصوصی و شخصی با هم حرف میزنیم. خواهش میکنم با بس کردن تلفن مزاحم ما نشید خانم. باشه؟ بله. نه ببخشید آقای دکتر ملکی و آقای دکتر افشار دارن راجع به سری مسائل شخصی و خصوصی با هم دیگه توی اتاق حرف میزنن. من الان متاسفانه نمیتونم وصل بکنم. خانم شیرزاد، به کسی هیچ ربطی نداره که من چرا نمیخوام باش حرف بزنم. به کسی هیچ ربطی نداره که چه کسی تو مطب منه خانم. به کسی هیچ ربطی نداره که من و دکتر ملکی داریم راجع به چه مسائلی حرف میزنیم. فقط تلفن رو وصل نکنید. باشه؟ خب ولی چرا انقدر ناراحتی؟ تلفن رو وصل نمی‌کنید خانم. بله. عصبی. سلام پدر جون. زنداداش اینا اتوییه، اینا شستنی. اینو امروز بعد از اون لازم دارم. منم رو خطمون شلوار توسیه خیلی حساسم، مواظبش خراب نشه. ضمناً غذا که تعطیله. نه اشکال نداره آقا جون. زنداداش امروز مهمونیه، شب چند تا برای بچه‌ها میان. غذا مزه کم نیاد، آبرو میره. چشم، ولی من نمیفهمم که من محبوب قهچر رفته، تقصیرشو بردم. خب این کارا همش افتاده جردن تو. این پیرنم هم دکمه‌ش افتاده. مامان تا وقتی بود این کارا رو می‌کردم و از حالا به بعد دیگه دست شما رو می‌گیرم. ضمناً این موهای پشت سر منم خیلی بلند شده. باید یه قیچی بزنی امشب مهمونو میان آبرون. زنداداش نیما اومد بگو حتما یه سر به من بزنه. من همون. آره خوب شد گفتی. نیما که اومد حتما بره پشت دارشش چیسه بکشه. خیلی خوب آقا جون. بریم الان فوتبال شروع میشه. بریم بابا جون. بریم. الو خانم شیرزاد، سلام. بس کن مطب دکتر افشار. یعنی چی؟ من نازنینم، میخوام باش حرف بزنم. نه خیر نازنین جون، هیچ کس با هیچ کس فرقی نداره. بله خودشون گفتم من وصل نکنم. جسارتا اصلا به شما ربطی نداره که برای چی نمیخوام با کسی صحبت کنن. نه خیر خیلی معذرت میخوام ولی واقعا به شما ربطی نداره که کی باشون تو اتاقه. ای بابا نازنین جون، آخه اصلا به شما چه ربطی داره راجع به چی حرف میزنن؟ با من داری اینجوری صحبت میکنی؟ آره خانم شیرزاد، یه بار دیگه به من بگی به من ربطی نداره. اصلا بذار ببینم کسی اونجاست. آره یکی اونجاست. کتی اونجاست. اصلا من الان دارم میام اونجا. گفتم الان دارم میام اونجا. دکتر ملکی هستن؟ تو اون اتاقن. چی کارشون دارین؟ واقعا فکر می‌کنین به شما ربطی داره؟ سر جات وایسا.
بله؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه من مسئولیت دارم. به من گفتن که هیچ کس رو بس نکنم. منم نمیخوام شما بس کنین، میخوام برم تو. یه لحظه اجازه بدین. منطقیه، بفرمایید. سلام خانم، حال شما؟ شفتی خانم اینجا یه حریم خصوصیه، لااقل در بزن بیاد. با شما کاری نداشتم، با دکتر ملکی کار دارم. خواهش میکنم، در خدمتم، بفرمایید. آقای دکتر، من یه بیماری دارم که بینی خیلی کوچیکی داره، میگه به صورت هم نمیاد. با من یه دوره درمانی گذرونده ولی متاسفانه فایده‌ای نداشته. خواستم ببینم شما میتونید به من کمکی کنید؟ بله چرا که نه، بفرستینش پیش خودم درستش میکنم. یعنی چی؟ یعنی میخوای دماغشو گنده کنی؟ نه، صورتشو میخوام کوچیک کنم. کتی خانم بفرستینش پیش من، شما نتونستید متقاعدش کنید. بیاد پیش من مشکلشو حل میکنم با روش خودم. از کی تا حالا شما صاحب روش شدید؟ محض اطلاعاتون باید خدمتتون عرض کنم که اتفاقا همین اواخر یه نفر اومده بود پیش من میخواست مو بکاره. باهاش صحبت کردم، متقاعدش کردم که این کارو نکنه. دیگه دماغ که جای خودشو داره. چه این روشتون رو برای ما هم توضیح بدین متوجه شیم؟ کدومتون دماغ عمل میکردین؟ من. مشتری داریم. مریض. خودتونین؟ منظورم اینه که کسی که میاد پیش دکتر مریضه، مشتری نیست. ببخشید، عذر میخوام. خانم شیرزاد یه دقیقه صبر کن. اول این چه طرز تو اومدنه؟ ثانیاً مگه من نگفتم کسی رو راه نده خانم؟ نه. نگفتم؟ نه خیر، شما گفته که کسی رو وصل نکن. کسی رو وصل نکن شامل کسی رو راه ندم میشه خانم شیرزاد. عمل عدم اتصال و ممانعت از ورود 2 مقوله مجزاست. لطفا خرت مبحث نکنین آقای دکتر، فهمیدین؟ ببخشید چی گفتین؟ عمل عدم اتصال و ممانعت از خانم شیرزاد چی داره میگه خانم؟ لطفا خواهش میکنم منو درک کنید. پس نه خطی رو وصل میکنید نه به کسی اجازه میدید از این در بیاد تو. بفرمایید. سلام. همونجا سجاد وایسا. خانم شیرزاد این کارا چیه؟ نمیشه بریم تو. برو کنار. نمیشه. گفتم برو کنار، من میخوام برم تو. امکان نداره مگه از رو فرش من رد چی. آره چی گفتم؟ فرش. مطمئنی؟ ببخشید من همش این فرش و کفش و نشو با هم دیگه قاطی میکنم. خیلی خوب خانم شیرزاد، میشه بری کنار، من میخوام برم تو. مثلا من زنشم. یه لحظه اجازه بدین. بله حق شماست، بفرمایید. بفرمایید. نازنین تو داری اشتباه میکنی. نمیخوام گوش بدم نیما. صبر کن ببینم تو دنبال من نیا. صدا چرا شبیه فیروز شده؟ تو دیوونه شدی. اصلا کارات مثل دیوونه هاست. نازنین صبر کن. نازنین بیا بریم بشینیم مثل 2 آدم بالغ حلش کنیم. نازنین. نیما. بله؟ یه دقیقه گوش میکنی من چی میگم؟ من سراپا گوشم، بفرمایید. من حالم از کارای تو بد میشه. دیگه نمیخوام ریختتو ببینم، نمیخوام صداتو بشنوم، نمیخوام انقدر رو اعصاب من راه بری، نمیخوام با تو زیر سقف زندگی کنم، فهمیدی؟ نشد آقا جون، نمیشه بابا، گوش نمیدی به من پدر جان. چیکار کنم بابا جون؟ عزیز من این انگشتتو اینجوری میکنی، اینجوری میذاری زیر زبونه. خب بعد تمرکز میکنی، محکم فوت میکنی. نمیذاره دیگه. نمیشه بابا نمیذاره آخه من تو تچ بگم. محکم فوت میکنی. باریکلا بابا، باریکلا. خوشم اومد از جلسه داری. اما ناصر جون کاری همه چسم نیست. آقا جون بچی اومد ناصر جون، من یخته تو این تمرکزش موندم. چروش نکنی، صاف و تو. من تو بحرانی ترین روزای زندگیم هستم. میگم با زنم باید چیکار کنم؟ گفتی زن، یاد خواستگاری افتادم. آقا جون خیلی وقته برای من نرفتین خواستگاری ها. آره ناصر جون، یادت باشه تا مادرت نیست یه چند تا خواستگاری ردیف کن بریم یه شامی هم بخوریم. میخندین؟ همینه دیگه. به مقوله همسر و خانواده احترام نمیذارید، جدیش نمیگیرید پدر جون. بعدش 2 نفری میشینید اینجا سوت 2 انگشتی میزنید. عوضش تو که مقوله همسر خانواده رو جدی گرفتی، داری لباس اونایی که سوت 2 انگشتی میزنن رو اتو میکنی. من همیشه به زن احترام گذاشتم. من همیشه به جایگاه زن در جامعه معتقد بودم. آخ گفتی جایگاه، یاد استادیوم افتادم. آقا جون فردا بریم استادیوم بازی ها. آره ناصر جون، ایجا سوتم درست شد میری. نه ناراحت نشو.
اجرم درست نشد بازم میریم. اوناش میریم به زلا میشیریم. آقا چون مگه چیه کاره بوزلا؟ بوزلا این است بابا جون. حالا شما همه چیزو به شوخی بگیرید. اگه شما پدرجون تو رفتارتون نسبت به مادر یک کم تجزیه نظر میکردی الان قهر نمیکرد اینطوری بره عراق. من که بابا جون نشستم تو خونه دارم سوتمو میزنم، اما شما که تو رفتارت تجزیه نظر کردی ها هنوزم زنت تو خونه خودت راد نمیده. این استراتژی منه آقا جون. اگه میبینید که من اینجا تو خونه خودم نیستم فقط به این خاطره که به نازنین مهلت بدم یه کمی با خودش خلوت کنه، در مورد اشتباهاتش فکر کنه، همین. ولی تو که استراتژی داری همین الان داری لباس اونایی رو تو میکنی که بی تفاوت نشستن و استراتژی ندارن. شما میگی من چیکار کنم؟ نازنین خیلی عصبانیه. تو اصلا از اولش هم ترسودی. من هیچ وقت از هیچی نترسیدم، فقط نگرانم که نازنین یه موقعی بلایی سر خودش بیاره. نیما جون بابا تو باید زندگی منو سر لوح زندگی خودت قرار بده. میدونی باید چیکار کنی؟ چیکار آقا جون؟ باید بری دم خونه وایسی 2 تا داد بکشی تا زنت رام بشه ز تمکین کنه. راه زندگی این است که من میگم. نازنین در باز کن ببینم. چیه؟ چی میگی؟ هیچی. ببخشید. واقعا که تو خیالت هم ارزه نداری حرفتو بهش بزنی؟ صبر کن کم تمرکز کنم. صبر کن. چیه واسه که اومدی؟ نه ناراحت نباش، این فقط یه خیاله ها، فقط خیاله، ناراحت نباش. کار من نیست آقا جون، من نمیتونم. ناصر جون این از این ارزار ندارد بابا، کاری خودته. برو با نازنین یه طوری حرف بزن که راضی بشه، اجازه بده این بره تو خونه. خودم درستش میکنم آقا جون، خودم درستش میکنم. ببین زنده داداش، من میدونم که نیما شما رو خیلی اذیت میکنه، ولی شما بذار رو حساب بیشعوریش، نمیفهمه. ناصر آقا ناصر من نمیتونم دیگه باش ادامه بدم. آخه این چی داره که من باش بمونم؟ هیچی. نگاش کنی این از قدش، وقتی آدم باش حرف میزنه باید آرتروز گردن بگیره. اصلا ارزش نگاه کردن نداره. ناصر من که قدم از همون شما اولش. حرف نزن، من با شما حرف نزدم. اینم از صداشه. انگار رادیو پیام روشنه. تازه اونم با یکم پاروزی. ناصر تو مثل اینکه اومدی اینجا 2 تا آدم دارن با هم حرف میزنن نیما. یعنی من آدم نیستم. من هم چی حرفی زدم؟ من دارم میگم وقتی 2 تا آدم دارن با هم حرف میزنن شما مثل یه آدم بشین گوش کن ببین نتیجهش چی میشه. بفرمایید. میفهمید نازنین خانم؟ چی بگم آقا ناصر؟ من نمیدونم دلم به چی این خوش کنه. به هیچیش. چشاش مثل وزغ نیست که هست. دکتر هست؟ که نیست. چشای من عین وزغ نیست، خواهش میکنم. یک بار یه آدم با شخصیت تحصیل کرده اومده خونه ما، میذاری 2 کلمه حرف بزنی؟ ناصر تحصیل کرده است، این نصف عمرشو تو زندون بوده تحصیل کرده. اشتباه نکن نیما جان، زندان خودش مثل دانشگاه. عجب. آقا نیما ناصر من با این چیکار کنم؟ ببین زنده داشت، به نظر من شما هر چی میگین درست میگین، ولی به عنوان برادر بزرگتر این دیلا باید بگم که این تفلکی اصلا آدم بدی نیست. تو دلش هیچی نیست، این مغزش یکم بی ارزه و پپه هست، ولی آدم مسئولیت پذیریه. شما رو هم خیلی دوست میدونم نیما آدم با محبتیه، ولی آقا ناصر شما منو قبول دارین یا نه؟ بله. من به شما قول میدم که از این به بعد یه نیمای دیگر رو میبینیم، یه مرد زندگی. اگه شما میگین که آدم مطمئن میشه انقدر با تجربه این که لطف دارین. حالا من خواهش میکنم که این دفعه رو ببخشینش، بذارین همینجا بمونه. من نمیخواستم از خونه بندازمش بیرون، شاید منم یه ذره زیاده روی کردم. این چه حرفی میزنی نازنین جان؟ امیدوارم که منو ببخشی و این اتفاقات تلخ اخیر رو فراموش کنی. نه بابا نیما مهم نیست، خودت اذیت نکن. امیدوارم که واقعا لیاقت این همه محبت رو داشته باشم. راستی ناصر من هم از طرف خودم هم از طرف نازنین از تو تشکر میکنم. چه حرفیه؟ من که کاری نکردم. چرا شکست نفسی میکنی ناصر جان؟ تو نشون دادی که میشه با تدبیر و درایت روابط تلخ خانواده رو متعادل کرد. قربونت برم،
ولی اون قضیه درل خریدنت هنوز برای من علامت سوال. اون که یه چیزی بود اتفاق افتاد تموم شد رفت. زندگی رو همین خاطرهای کوچیک میسازه دیگه، مگه نه نازنین خانم؟ دقیقاً. تو فکر میکنی حفره‌ای رو که با اون درل تو روح این زن ایجاد کردی میتونه فراموش کنه؟ نه نمیتونم. تو چرا این حرفو میزنی؟ زخمایی که به روح آدم وارد میشه خیلی بدتر و دردناکتر از زخمای فیزیکیه. آره دکتر. آره دقیقاً. وقتی من تصادف کرده بودم زخمایی که بهم وارد شد الان خوب شده، ولی هنوز من بی‌توجهی تو یادم نرفته. قضیه تصادف چیه؟ هیچی بابا، اصلا یادمون رفته بود. نه من یادم نرفته. هیچ، من تصادف کرده بودم. نیما وقتی وارد خونه شد اصلا نفهمید که من تصادف کردم. اصلا من فقط اون روز باید شوخی کردم که خودتون نباشه. چه دروغ میگی؟ تو اصلا به من توجه نکردی. نازنین من یه دقیقه صبر کن. یعنی شما تصادف کرده بودی این اومد خونه نفهمید؟ بله من تصادف کرده بودم، گردنم تو آتل بود، صورتم هم کبود بود، اومد تو خونه و نفهمید و به من توجهی نکرد. اون وقت شما هنوز داری با یه همچین آدمی زندگی میکنی؟ ناصر خان شما فعلا خودتون ناراحت نکن. چرا چشم ابرو میای؟ تو کی پنهان کاری؟ تو کی دروغ؟ تو کی دورنگی؟ ناصر خان بس از این خرابترش نکن. بس خراب هست نیما جان. چی رو میخوای پنهان کنی؟ مثلا نمیفهمم این زن چطوری داره با تو زیر سقف زندگی میکنه. یعنی نازنین خانم بله. چرا نمیندازیش بیرون؟ چرا بهش نمیگی دیگه تحمل این رفتار توهین‌آمیزشو نداری؟ یعنی من دیگه تحمل رفتار توهین‌آمیز تو رو ندارم. تو که یه دقیقه پیش همه چیز تموم شد. خونه برو بیرون. خیلی خوب باشه، عصبانی نشو. اصلا من میرم. خوبه؟ کجا داری میری؟ میرم شو بابا. بیجا کردی؟ مگه من میذارم یه همچین آدمی با پدرم زیر یه سقف بخوابه؟ آها با توی سابقه دار خیلی بهش خوش میگذره نه؟ دستتو بنداز برو ببین چه خورپوفی داره میکنه. پس من کجا برم؟ چه میدونم، برو مطب، برو یه جا دیگه. برم؟ بفرمایید. باشه میرم. ساعت چنده؟ وای فیروز خان شما این؟ ساعت 11:30. این موقع شب اینجا چیکار میکنی؟ خیلی خوب بابا کار داشتم دیگه. چیکار؟ بابا اومدم روی تحقیق علمی کار کنم. کار یومیت رو بکن، تحقیق علمی پیشکشه. من کار دارم، تحقیق دارم که پا شدم اومدم اینجا دیگه. ساعت چند تا اینجا چیکار میکنی؟ اومده روی تحقیق علمی کار کنه. تو کار یومیت رو بکن، تحقیق علمی پیشکشه. تو که هنوز اینجایی؟ هنوز؟ من که همین الان اومدم. اومده روی کار علمی تحقیق. پس تحقیقاتت شروع شد. منم هر شبی که مینداختمش بیرون میومد تحقیق میکرد. واقعا چه؟ میشه بفرمایید ساعت چنده؟ ساعت 11:30. اون موقع که شما اومدین تو 11:30 بود. الان 11:32 است. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم برای تحقیق. شما تو مطب دکتر شریفی چی کار میکنی؟ به شما چه؟ بهتون پیشنهاد میکنم یه چیز اساسی تحقیق کنیم. با این خانمی که شما گرفتین از الان خودتو بالقوه محقق فرض کن. فیروز رفت آمدین رصد کن. هر مورد مشکلی که دیدی اطلاع رسانی کن. به نظر من که ایشون همین الان هم خیلی مشکوکه. شما دیگه واقعا دارید بی احترامی میکنید. چطور شما تا این ساعت شب تو مطبید؟ هیچ ایرادی نداره. برای اینکه ما مریض داریم. کجا من مریضی نمیبینم؟ ببر اینا مریضای ما. آقا دکتر خیلی ممنون، لطف کرد. خدا نگهدار. پدر ممنون. خدا ممنون. متشکرم آقا. خوش آمدید. دکتر میفرمایید؟ شب بخیر. خسته نباشید. کجا؟ 11:30 به بعد استفاده از آسانسور ممنوعه. پله. این دیگه چیه؟ مریض دکتر کاکوری. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. پله. بله چشم. بفرمایید. نازنین منو میبخشی؟
که دوباره خاموشه. مریضی؟ نه خیر، من منشی هستم. که اینجوری میکنی؟ چه جوری؟ چرا پیاده نمیشی؟ چی بشم؟ بابا چرا از آسانسور پیاده نمیشی میگم؟ ای وای راست میگین، خیلی ممنون، بخشید اصلا یادم نبود. ساختمون پزشکان نیست که، تیمارستانه. منم چرا جیغ میکشید خانم؟ من چون تو قایم شده بودی؟ خانم شیرزاد قایم چی؟ خانم شیرزاد خونسرد داشته. خانم شیرزاد نترس. کمک! نیما نازنین، من واقعا که نازنین خانم شیرزاد نازنین یه دقیقه صبر کن. نازنین خانم شیرزاد. ببینید آقای دکتر، شما منو از هر کس دیگه بهتر میشناسید. من نازنین رو واقعا دوستش دارم. بودم نمیدونم چرا بعضی وقتا یه سری مسائل سلام آقای دکتر. سلام عزیزم. دکتر میدونم بعد موقع مزاحمتون شدم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط چند لحظه مزاحمتون. چی شده عزیزم؟ آقای دکتر باورتون میشه مشکلم حل شد. واقعا؟ به این زودی؟ بله آقای دکتر، من اومدم ازتون تشکر کنم. شما جون منو نجات دادین، واقعا ازتون متشکرم. دیشب بعد از مدت‌ها یه خواب راحت داشتم. ببینم شما همون کسی نیستین که فکر میکردین که هر شب زیر تختتون یه هیولا میخوابه؟ بله آقای دکتر خودمم. ولی از وقتی که شما گفتین تشکو بندازم زمین، این مشکل من بالکل حل شد. چون که دیگه هیولا که زیر تشک جاش نمیشه که. خب پس حالا دیگه حتما شبا راحت میخوابی. راحت آقای دکتر. من پیش 25 تا روانشناس رفتم، هیچ کدوم نتونستن مشکل من حل کنن. آقای دکتر فرزانه با یه جلسه مشکل من حل کرد. واقعا ممنونم آقای دکتر، خیلی ازتون ممنونم. خیلی خوشحالم که حالت خوب شده، ولی شما حتما سر وقتی که قبلا گرفتی بیا، به مشاوره احتیاج داریم. آقای دکتر من که مشکلی ندارم. هیولا رفت آقای دکتر، هیولا رفت، من هیچ مشکلی ندارم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. آقای دکتر مشکلشون که کاملا حل شده، برای چی بهش گفتین یه وقت دیگه هنوز معالجهش تموم نشده، امکان برگشت توهمش هست. واقعا؟ خب میگفتی آقای افشار. راستش آقای دکتر من نمیدونم واقعا با چی کار بکنم. من با وجود اینکه نازنین خیلی دوستش دارم، ولی بعضی وقتا انگار فراموشش میکنم، انگار اصلا نیست، ولی براش خیلی ارزش قائلم. یعنی چطور بگم، بیشتر از هر کسی دیگه بهش فکر میکنم، بهش اعتماد دارم، بهش. ببینم تو عینکی نیستی نه؟ عینکی؟ نه آقای دکتر. من یه دوستی دارم که عینکیه، میگه بسیار از وقتا که همون میره تازه وقتی رفت زیر دوش میفهمه که عینکشو در نیاورده. جالب نیست؟ چرا جالبه؟ ولی خب این چه ربطی به مشکل من داره آقای دکتر؟ آدم عینکی با عینک زندگی میکنه. اینطوری میشه که وقتی همه لباساشو در میاره یادش میره که عینکش هم در بیاره، چون در حقیقت مثل یکی از اعضای بدنش شده. فراموش میکنه. مشکل تو هم همینه، تو انقدر به زنت نزدیک هستی که گاهی فراموشش میکنی، دیگه اونو نمیبینی. دقیقا همینطور آقای دکتر. ممنون، همینطوره. چی کار باید کرد؟ این فقط مشکل تو نیست، هر کس به فراخور حالش
دوچار اینجور فراموشی ها میشه. مثلا یک فوتبالیست رو در نظر بگیر، میره تو محوطه جریمه خودشو میزنه زمین که مثلا داور رو گول بزنه و پنالتی بگیره. بله. انقدر تو فوتبال حل شده که فراموش کرده که فوتبال یه ورزشه و ورزش هم هدفهای دیگه داره. حالا میتونی به جامعه بحث بدی. ببینم به نظر تو جامعه ما نسبت به گذشته خودش فراموشکارتر نشده؟ بله، ولی این میتونه خیلی خطرناک باشه آقای دکتر. شاید آره، شاید هم نه. خیلی سخت نگیر. آدم ها همه همینطورن. مثلا خودت تو اگه سالگرد ازدواجتو فراموش نمی کردی با زنت دعوت نمی شد، ولی خب حالا با زنت دعوت شده و زنت بیرونت کرده. خیلی هم بد نیست. بد نیست آقای دکتر. نه که بد نیست، چون وقتی که با هم آشتی میکنین بیشتر همدیگر رو دوست دارین. میدونید مشکل همینجاست. مشکل اینه که من رفتم باش آشتی کنم خیلی عصبانیه. نه، من فکر میکنم که دعوا کردن کاملا عادیه. تو باید بری ازش عذرخواهی کنی تا با تو آشتی کنه. آقای دکتر من رفتم عذرخواهی کردم، آشتی نمیکنه. آقای دکتر افشار. بله آقای دکتر. برو یه جوری معذرت خواهی کن که حتما آشتی کنه. خب هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه، خود شما. بله، حتی خود شمایی که دارید صدای منو میشنوید ممکنه اشتباه بکنه، چون انسانید. من هم ممکنه اشتباه بکنم. بعضی وقتا به خاطر نزدیکی زیاده که ما یادمون میره که علاقمون رو به هم دیگه نشون بدیم، به هم بی‌اعتنا میشیم و به نظر میاد که علاقه‌ای بین ما وجود نداره، در حالی که واقعا اینطوری نیست. من همینجا از خودم شروع میکنم و از همه کسانی که تو این مدت نتونستم اونطوری که باید و شاید و شایستش بودن علاقم رو بهشون نشون بدن عذرخواهی میکنم. من از مادر عزیزم عذرخواهی میکنم، از پدرم و از برادرم. من از همه همکارانم عذرخواهی میکنم، از شما هم عذرخواهی میکنم و از همسر عزیزم، کسی که در زندگی بهترین پشتوانه من بوده، کسی که هر چه دارم از اون دارم، کسی که لیاقتش خیلی بیشتر از این هست. من از همسرم عذرخواهی میکنم و بهش میگم که منو ببخش کتی، نازنین، منو ببخش نازنین.